سلام به همه آبیا، اسیا، تاجیا و همه هموطنان عزیزم در اقصا نقاط جهان. به کانال خودتون خوش اومدین. بریم با همدیگه بازی های دور رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا رو بررسی کنیم که بازی ها طبق چیزی که پیش بینی می‌کردیم پیش رفت. لیگ قهرمانان اروپا در مرحله 1/4 نهایی شروع شده و بازی های جذاب دور رفت 4 تاش انجام شده. تو بازی اول گالاتاسرای تونست 1-0 با گل اوسیمن شکست بده لیورپولو و خب به نظر من این اتفاق خیلی اتفاق عجیبی نبود. من خودم ببخشید البته گل لمینا زد، ولی خوشحالی عجیب و غریب اوسیمن رو دارین میبینین. اتفاقی که افتاده بود توی این بازی و انتظاری که مایی که استانبول زندگی میکنیم از این بازی داشتیم، قطعا منتظر برد گالاتاسرای در بازی رفت بودیم و بعد از هم توی کنفرانس خبری مربیشون گفت که انتظار این بازی رو داشتیم، بازی پرفشاری بود و ما با شایسته بردن هم بودیم و تونستن 1-0 لیورپول رو ببرن. ولی از اونجایی که برد بسیار بسیار شکننده، بازی برگشت بازی جذابی خواهد بود و شاید لیورپول بتونه کامبک بزنه. طرفدارای لیورپول میتونن کامنت بذارن و بگن که آقا چه اتفاقی افتاده و به نظرشون لیورپولشون به این بازی برمیگرده یا نه. اما دیشب یکی از بازی‌هایی که خیلی قابل پیش بینی بود در مورد بایر مونیخ و آتالانتا بود. آتالانتایی که تو دور حذفی تونسته بود با بردن 4-1 دورتموند تو خونه خودش کامبک بزنه و در مجموع 4-3 دورتموند تیم دوم آلمان رو حذف کنه. خیلی‌ها میگفتن میتونه یقه بایر مونیخ هم بگیره، ولی زهی خیال باطل. فاصله بایر مونیخ با بقیه تیم‌های آلمان بسیار بسیار نجومیه و بایر مونیخ یک تیم بسیار بسیار با کلاس اروپایی حساب میشه. یه جورایی اصلا ربطی به فوتبال آلمان نداره. بایر مونیخ تونست تو خونه آتالانتا رو 6 تایی بکنه و یک نتیجه شگفت‌انگیز رو به وجود بیاره. اونا 3 تا تو نیمه اول زدن، استانیشیچ، اولیسه و گنبری 3 تا گل نیمه اول رو زدن. نیمه دوم بازم بایر مونیخ ول نکرد. بایر مونیخ یک تازه نویر رو هم نداشت و یه مقداری شاید ترس داشت از درون دروازه، فشار آورد که همینجوری پشت سر هم گل بزنه. تو نیمه دوم جکسون، اولیسه و موزیلا تونستن گل‌های جمال موسیالا تونستن گل‌های بعدی بایر مونیخ رو بزنن و تا دقیقه 67 بازی 6-0 بود و دقیقه 93 پاسالیچ تازه تونست یکی از گل‌های خورده آتالانتا رو جبران بکنه و بازی رو 6-1 باختن و به صورت قطعی بایر مونیخ رو باید در مرحله بعدی ببینیم، مگر اینکه آتالانتا بره تو مونیخ بخواد به بایر مونیخ بیشتر از 5 تا بزنه. این قضیه امکان نداره. یک از بازیایی که جز پیش‌بینی‌های خود من بود و اتفاق افتاد و بایر مونیخ عملاً به مرحله بعدی صعود کرده. بازی دیگه‌ای که قابل پیش‌بینی بود بازی اتلتیکو مادرید الچولو توی متروپولیتانو بود که به دیدار تاتنهام میرفت. خب اتلتیکو مادرید هممون میدونیم تو خونه خودش فوق‌العاده است. تو بازی جام حذفی تونسته بود 4-0 بارسلونای فیلیکو ببره و با باخت 3-0 مقابل نیوکمپ هم بازم مقابل بارسلونا تو نیوکمپ هم بازم تونست تو جام حذفی بارسلونا رو حذف بکنه و من مطمئن بودم که اتلتیکو مادرید تو خونه خودش میبره تیم تاتنهام رو، ولی خب میتونستین ریسک زیادی هم نکنین و بگین حداقل نمیبازه، چون اتلتیکو مادرید تو خونه خودش فقط یه بازی رو امسال باخته، اونم به بتیس که اون بازی رو هم رها کرده بوده به خاطر بازی بعدیش. یعنی اتلتیکو مادرید تو خونه خودش تیم ترسناکیه. از اون طرف تاتنهام با تودور 5 بازی اخیرش رو باخته بود و با اوج ناآمادگی و با مصدوم‌های بسیار زیاد خودش رو به بازی اتلتیکو مادرید رسونده بود و همه مطمئن بودن که تیم الچولو کار رو سعی میکنه در بازی رفت تموم کنه و همین کار رو هم کردن. لورنته دقیقه 6 گل زد، گریزمان و آلوارز هم دقیقه 14 و 15 2 تا گل زدن و بازی شد 3-0 تا دقیقه 15. انقدر اوضاع خراب بود که دقیقه 17 دروازه‌بان خودش رو تاتنهام تعویض کرد و بعد از اون عملاً بازی 2-2 شده. با اینکه دروازه‌بان تعویض شد دقیقه 22 لونورمان تونست گل 4 رو بزنه، بعدش پوردو اومد و یکی از گلای خورده رو جبران کرد و بازی شد 4-1. نیمه اول 4-1 به نفع تیم الچولو تموم شد. نیمه دوم بازم آلوارز گل زد و بازی رو 5-2 کرد و سولانکه تونست یکی از گلای خورده رو جبران کنه تا یه نموره برای تاتنهام شانسی قائل باشن برای بازی برگشت که از نظر من این شانس
بی خوده و قطعا تیم الچولو به مرحله بعدی میرسه و تاتنهام توانایی بازگشت نداره. اون تعویض عجیب و غریب رو هم که داریم میبینین، کینسکی دقیقه 17 تعویض میشه با امتیاز 2/9. یکی از بدترین نمایش های یک دروازه‌بان در تاریخ لیگ قهرمانان رو نشون داد و گل های بسیار بسیار احمقانه خورد و بازی رو خیلی زود تاتنهام از دست داد. هرچند اگر این اتفاقم نمی افتاد، بازم به نظر من تاتنهام زورش به اتلتیکو مادرید نمی رسید. پس من بایر مونیخ و اتلتیکو مادرید رو تو مرحله بعدی میبینم. اما بریم سراغ بارسلونا و طرفداران بیشمارش در ایران و جهان. بارسلونا دیشب مهمان نیوکاسل بود و بازی جذابشون 1-1 مساوی شد. دقیقه 86 بارنز گل نیوکاسل رو زد که ببرن، اما دقیقه 96 لامین یامال تونست دقیقه 96 از روی نقطه پنالتی گل مساوی رو به نیوکاسل بزنه و بازی رو 1-1 مساوی کنه. با این مساوی و شرایطی که نیوکاسل در حال حاضر داره و شرایط بسیار ایدئالی که بارسلونای فلیک تو ورزشگاه خودشون داره و همه رو از دم تیغ به گلی میگذرونه، من فکر میکنم بازی برگشت بارسلونا به راحتی نیوکاسل رو حذف میکنه. خود من برای با دور برگشت تنها بازی که برام جذابیت داره که ببینم بازی لیورپول و گالاتاسرای، به خاطر اینکه صعود بایر مونیخ، صعود اتلتیکو مادرید و صعود بارسلونا بسیار به نظر من بدیهیه و باید ببینیم که آیا لیورپول توانایی کامبک زدن به گالاتاسرای داره یا نه. گالا تیم ترسناکیه و به راحتی هم گل نمیخوره و تو ضد حمله هم بسیار بسیار سریع عمل میکنه و پرس بسیار خوبی هم میتونه روی مدافعان تیم حریف انجام بده. بازی لیورپول گالاتاسرای در دوره برگشت قطعا جذاب خواهد بود، ولی سه تا بازی دیگه تکلیفش مشخص شده. حالا هر کدومتون طرفدار هر تیمی هستین، دوست دارم نظر شما رو در مورد بازی‌های دیشب بدونم.